مامانم با همین روش برای 200 نفر زرش پلو با مرغ درست میکنه. از بس خوشمزه میشه همه حتی انگشتاشون هم باش میخورن. روی رون مرغ و با چاقو چند تا برش بده. این کار باعث میشه مواد خوب به خوردش بره. به زعفرون سوپرنگین و درجه که احتیاج داریم. ما این زعفرون رو از زعفرونک تهیه کردیم. به جرئت میتونم بگم یکی از بهترین زعفرونای بازار رو دارن. پیجشون رو تو کپشن براتون تگ میکنم. زعفرون رو رنگ بده و بعد به همراه نمک به مرغا بزن. نحوه کامل رنگدهیشو حتما از تو کپشن بخون. بعد 20 دقیقه 2 سمت مرغا رو با شعله متوسط سرخ کن. این شکلی تله‌ای که شدن از تابه بیرونشون بیار. پیاز و فلفل دلمه‌ای رو خوب تفت بده تا سبک بشن و بعد بهشون نمک و ادویه بزن. حالا رو به گوجه رو اضافه کن و خوب تفت بده تا رنگش آزاد شه. در آخرم آب نارنجی یا آب لیمو و کمی آب بریز. سس که آماده شد مرغا رو اول کمی داخلش بغلتون و بعد تو تابه بچینشون. حالا آب بریز و با گذاشتن در تابه اجازه بده مرغا 1 ساعت بپزن. یادت نره که 1-2 بار از سس روی مرغا بریزی. این مرغ زعفرونی با زرش پلو یا کیشمیش پلو عالی میشه و مخصوص مهمونی‌ها و مراسم‌هاست. نوشه جون.